الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینندگان گرامی قدر، امروز نقطه از عدالت عمری خواهیم گفت، زیرا ما نیاز جامعه امروزه خیلی بیشتر است از زمان گذشته بر حیات عمر و بر حیات عمریان. حضرت عمر زمانی که خلافت را به عهده میگیرند، خلافت را امانت این امت میدانند و هم روزانه و هم شب در خدمت امت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگردند. و این قصه که میخواهیم امروز اشاره کنیم یک نقطه از عدل عمری است که زیاد ما شنیده ایم و میخواهم که چند درسی از این قصه برداشته باشیم. حضرت عمر شب بیرون میگردد در مدینه منوره و میخواهد که از حال مردم خبردار باشد و اگر نیازمند یا حاجتمند در مدینه وجود داشته باشد او را کمک کند. چشمش میافتد که در اطراف مدینه در شب تار یک آتش فروزان است و به غلام خود میگوید که آنجا رفته باشیم تا ببینیم که در آنجا چه واقعه رخ میدهد. و امیر المؤمنین ببیند که پادشاه یک قسمی از دنیا خودشان با یک غلام بیرون گشتند و از حال رعیت پرسان میشوند و می آیند میبینند که یک زن با 3 کودک خود آنجا قرار دارد و این زن یک آتش را در زیر دیگ افروخته است و در نزد زن 3 کودک قرار دارد. هر 3 نفر میگیریند. یکی میگوید که یا امی اموت من الجوع، مادر من از گرسنگی میمیرم، میخواهد که بر اون طعام داده باشد. و کودک دوم چنین ندا میکند که مادر پیش از آن که من خواب میکنم برای من طعام بده. و کودک سومم این چنین از مادر طعام طلب میکند. حضرت عمر از این زن پرسان میشود که چه حال دارد؟ زن میگوید که در این دیگی که من دارم بجز آب چیزی نیست، مرا شوهرم از دنیا گذشته است و چیزی ندارم که بر این کودکان آماده کنم تا اینکه اینها از گرسنگی نجات یابند. دوستان عزیز، این قصه را وقت ما میخوانیم خود ما ببینیم که خود را چگونه حس میکنیم، چگونه حسیات در وجود ما می آید و فکر کرده باشیم که حضرت عمر رضی الله عنه با اون عدالت عمری خود چگونه خود را تصور میکند در این حالت. و میگوید که حضرت عمر که مادر در این حالی که تو قرار داری از کی شکایت داری؟ و مادر جمله عجیبی میگویند و میگویند که الله فی عمر، یعنی از حضرت عمر شکایت دارم. میگویند شکایت من از عمر است. و حضرت عمر پرسان میشوند که ما شأن عمر، آیا عمر در اینجا چی گناه دارد، چی تقصیر دارد؟ و این زن هم نمیشناسد که این خود حضرت عمر است و یک جمله تاریخی میگوید که ایلی امرنا و ینسانا، آیا عمر نفری هست که بر ما خلافت میکند، بر ما پادشاهی میکند اما از حال ما خبر ندارد؟ یعنی این تقصیر است از پادشاهی که از رعیت خود خبر نداشته باشد. این سخن بسیار برای حضرت عمر تأثیر میکند. در حال می رود و سوی بیت المال و از بیت المال کمی آرد و کمی زیتون و کمی شکر میگیرد و همان جزدانی که این اشیا را در آن گرفته است در پشت خود میگذارد و حتی از او طلب کرده می شود که این را بر ما بگذار. غلامش طلب میکند اما حضرت عمر میگوید که شما گناه عمر را
در پشت خود روز قیامت برداشته نمیتوانید، بلکه خودش حضرت عمر به دستان خودش این را می آورد و برای این کودک ها خمیر می کند و نان پخته می کند و برای این کودک ها می رساند. و همچنان که این کودک ها گریان بودند، حضرت عمر آنها را خندان می کند و به سوی این زن امر می کند که فردا بیاید تا از بیت المال برای او مال جدا کرده شود. و این زن پیش از آن که حضرت عمر از نزد آنها دور شود، یک جمله عجایب میگویند که تو میگویند از عمر دیده بهتر استی. ای کاش خلیفه مسلمان ها امروز تو میشودی که از حال ما، از حال رعیت خبر گرفتی. و ببینید که نمیشناختند که این حضرت عمر است. و وقتا که فردا می شود، این زن می آید و می بیند که حضرت علی یا عمر می گوید و می بیند که حضرت عبدالله ابن عباس یا عمر یا امیر المؤمنین خطاب می کند و این زن می شناسد که مردی که دیروز با اون صحبت کرده بود حضرت عمر است و شکایت کرده بود از حضرت عمر. و این زن در وجودش ترس فرا می گیرد، اما حضرت عمر با عدالت عمری می گویند آرام باش. در روایات می آید که حضرت عمر برای این زن یک مقدار مالی را جدا می کنند که برای آن رسانده باشند. اما یک جمله زیبای دیگری را از زن می پرسند، از این مادر، که می گویند که یا امته بکم تبیعین مظلمتکی. این جمله خیلی جمله عجیب است دوستان عزیز. به سوی زن اشاره می کنند که همان ظلمی را که من بالای تو روا دیدم به چه مقدار مبلغ می فروشی. همون عملی که از رعیت خبر نداشت و این که اون کودک ها گرسنه ماندن، حضرت عمر همین عمل را ظلم پنداشت و از این مادر می خواهد که همین ظلم را خریده باشد. این عدالت عمری است. این درس است برای همه امت که از عمر ما این عدالت را آموخته باشیم. و همین خاطر است که دوستان گرامی، یکی از مفسرین قرآن، مترجم قرآن، حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که اذکر العمر، بر امت خطاب می کند که شما از حیات عمر برای مردم خوانده باشید، از سیرت عمری خوانده باشید. چرا؟ سببش را بیان می کند که من ذکر العمر فقد ذکر العدل. هر نفری که از حیات حضرت عمر، از سیرت حضرت عمر یادآور شد، حتما که عدالت را یادآور می شود. و من ذکر العدل فقد ذکر الله. و هر نفری که از عدل یادآور شد، حتما که خداوند را به یادش می آورد. زیرا حضرت عمر شاگرد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد خود چیزی نمی گفت مگر آن وحی که از جانب خداوند به او می رسید. و عدالت عمری را ببینید که از این زن این را می پرسد که همان ظلمی که من بالای تو، تقصیری که من بالای تو روا دیدم، همان را به چه مقدار مبلغ بر من فروخته می کنی؟ و یک مقدار مبلغ را معین می کند. با یک روایت 500 دینار، با یک روایت 900 دینار. و از مال خودش حضرت عمر این را خریداری می کند و او را نوشته می کند و می گوید که وقت من از دنیا گذشتم او را با من یک جا مانده باشید تا اینکه روز قیامت نزد الله گفته توانم که یا الله این تقصیری که من کردم او را خریداری کردم. دوستان عزیز، از این قصه چند درس می توان برداشت. خاصتا یک اشاره خوبی است برای مادران ما، برای خواهران ما. همین که ببینید این زن با این که 3 کودک یتیم داشت و خوردن هم در دست نداشت، با این که کودک های او می گریست، اما راه بدی را انتخاب نکرد، راه زشتی را انتخاب نکرد، بلکه توکل خود را، تکیه خود را به الله مهربان کرد. و الله هم وعده کرده جل جلاله سبحانه و تعالی می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر نفری که تکیه خود را به سوی خداوند می کند، تقوا می کند، خداوند حتما راه را برای آسان می کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب. و هر نفری که تقوا می کند، از الله مهربان می ترسد، به الله توکل می کند،
خداوند بر او رزق میدهد از جایی که انتظار نیست. و ببینید که این زن راه بدی را انتخاب نکرد، بلکه تکیه خود را به خداوند کرد. نه تنها یک انسان‌های عادی، بلکه خلیفه مسلمان‌ها نزد او حاضر شد. خواهران عزیز، مادران عزیز، ما نباید زندگی را بهانه کرده باشیم. بعضی از خواهران بهانه میکنند به راه بد را انتخاب میکنند با بهانه سختی زندگی. اما اونچنین این زن را ببینید که کمی صبر کرد، الله مهربان برایش رزق هم آورد و این مادر برای همه امت تعلیم دهنده شد تا قیامت برایش رحمت خوانده می شود. از این مادر باید مادران ما درس گرفته باشند. و این چنین حضرت عمر را ببین که وظیفه خود را چگونه می دانست. همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر یکی شما مانند چوپان هستید، همچنان که چوپان بر چاروایان خود جوابگو هست، همچنین نفری که بالای چند نفر مسئول است، خواه شاه یک مملکت باشد، خواه پدر در خاندان باشد، خواه در یک جای کاری که 10 نفر است، 100 نفر است زیر دست او کار میکند، مسئول هستند برای نفرانی که زیر دست آنها هست و روز قیامت الله مهربان از آنها خواهد پرسید. از این عدالت عمری باید به خود عبرت بگیریم. همین بود که حضرت عمر امروز معلم بشریت است، شاگرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. و جمله زیبای دیگری دارد که لو عصرت بغلة فی العراق، از این که از خداوند میترسیدن و مسئولیت خلافت را همچون امانت میدانستند و برای مردم خدمتگار بودند. و چنین جمله زیبا میگفتند که اگر در عراق یک چارپای اگر افتد و پایش شکند به سبب آنه که راه درست نباشد، روز قیامت خداوند از من میپرسد که چرا این راه را درست نکردی. این امانت عمری را ببینید که چگونه عدالت پرور بود و این است که نامش در تاریخ عادل ماند و تا با امروز میلیون ها نفر در حق حضرت عمر دعا میکنند. خداوند برای هر یک من و شما غیرت عمری را، عدالت عمری را نصیب کرده باشد. الله مهربان یکایک من و شما را نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.